ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 اپریل سال 2024 خبر داد که یک راننده مارشروتکا در پایتخت تاجیکستان برای دغل گفتاری به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. صحنه 18 اپریل سال 2024 در اینترنت نوار نشر گردید که در آن با الفاظ قبیح دشنام دادن راننده افت تمغه اسپرینتر ثبت شده است. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی راننده افت تمغه مرسدس اسپرینتر رقم قید دولتیش 7711 شهروند توشپولوتوف کامل جان سال تولدش 1970 استقامت کننده شهر دوشنبه که در خط سیر رقم 35 به فعالیت مسافربری مشغول است دستگیر کرده شده به مقامات میلیسیا دسترس کرده شد. میلیسیا پایتخت در شهر حادثه میگوید ضمن سنجش معین گردید که حادثه مذکور شب 17 اپریل تقریبا ساعت 22:15 در کوچه عینی نزدیکی مرکز صفدای سالبرگ رخ داده است. توشپولوتوف کامل جان هنگام مسافرکشانی در ایستگاه دور و دراز توقف نموده به حرکت واسطه نقلیات جمعیتی ترولبوس خط سیر رقم 10 مانع ایجاد نموده است. همزمان به ایراد راننده ترولبوس بی‌اعتنایی نموده با الفاظ قبیح نسبتش دشنام داده شأن و شرف او را در نزد اطرافیان پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به راننده توشپولوتوف طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میدلباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده نسبتش از جانب دادگاه جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. همچنین از جانب شرکت بیروز 15 شرطنامه همکاری با راننده توشپولوتوف برای ویران نمودن طلبات مسافرکشانی قطع کرده شد. خود کامل جان توشپولوتوف برای شرح ماجرا دسترس نیست.